این چه مجلس چه بهشت این چه مقام است اینجا عمر باقی روح ساقی لبی جام است اینجا دولتی که از همه بگذشت از این در نگذشت شادی که از همه بگریخت غلام است اینجا چون در آیی به طرف خانه ما با غم عشق همه گویان مخور غم که حرام است اینجا ما با بام فلکیم از بر ما کر بیروا هسته که بام و لبی جان است اینجا دوستان مهربان با تمنای آفریدن گلستان صاحبان این دو باغ مراد برادر مهربان مبارک شادی یاران مبارک باد این محفل مبارک سبزه و باران مبارک باد این محفل همه برلب سخن دارد غزل و کیفی دیگر دارد سخن سنج و سخندانان مبارک باد این محفل امروز بیگو بر شاه و بر درویش بیگو بر خیر اندیش بیگو جان به هر جانان مبارک باد این محفل دوستان گرامی قدر بهر آرزوهای نیک برادر گرامی قدر عزیز و معتبر و بیازار برادری که شب و روز در خدمت مردم دیار خویش و تاجیکستان عزیزشان هستند محترم جدا نزد کسی بنشینه که او از دل خبر دارد و زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد در این بازار عطاران مرا هر سو چو بیکاران به دکانی کسی بنشینه که در دکان شکر دارد خوش آمدید قدم هایتان رو دیده تشکر زیاد صدر اعظم خویش تباران دوستان حاضرین گرامی مهر و محبت دو نوجوان دو ستاره آسمان دو گل گلستان و دو نوجوانی که در آرزوهای زیاد دارند امروز این محفل ما را برپا کرد یعنی داماد و عروس نازنینی که امروز در تخت شهید نشستند امشب چه شب ستاره باران امشب هنگامه وصل دوستداران امشب دو ستاره هم قران خواهد شد یاران قران یاران امشب دو ستاره هم قران خواهد شد امشب دو بهار به خزان خواهد شد امشب دو نهال با پیوند شوند هر دانگری گلفشان خواهد شد من با این دو نوجوان چی گفتنی هستم اینا هر دویشان هم جانهای من هستند هم داماد و هم عروس برای آنکه همه کنار ما یک ریشه و یک اولاد هستیم من گفتنی هستم که همیشه دوستدار همدیگر باشید همیشه با مهر و محبت باشید همیشه در عزت و حرمت و احترام همدیگر و پدر و مادر و خویش خبر باشید زیرا که معنای زندگی این چی است این مهر است محبت است همدیگر فهمی است و اگر مهر باشد محبت باشد همدیگر فهمی باشد زندگی شما زندگی شیر و شکر می شود دنیا همه هیچ کار دنیا همه هیچ ای هیچ زبهر هیچ بر هیچ مپیچ دانی که چی میماند از آدمی بس مهر است و محبت است و باقی همه هیچ یعنی که مهر بندید به هم دیگر محبت بندید و زندگی خود را زندگی خوب و بهترین کنید اکوی عزیز برادر عزیز ینگه های مهربان شما را به این روزی مرادتان تبریک میگویم به این روزی که دیرها آرزو داشتید و این روزی که در
همیشه در خیال شما بود که دختر و پسرتان به این روز مراد خود رسند و امروز شما به این روز مراد خود رسیدید. مبارک باشد. الهی کلینی با پای و قدم بیاید، کلینی با بخت باشد، با خانه شما دلیل جان مهر بیارد، محبت باشد بیارد، برکت بیارد، خرسندی و خوشبختی بیارد. راهتان سفید، بختتان سفید جانای عزیز. السلام ای زادگاه محترم زیر حصار. السلام ای زادگاه محترم زیر حصار. من تو را دوست دارم از دل و جان بسیار. دو دل اگر یک جا شود توی و تماشاها شود. صوت و سرود و دایره تا بر فلک بالا شود. دل داده یاران را سلام، لب خانداران را سلام، همه حاضرین را سلام، خویش تباران را سلام. شرمگین عروسی نازنین مادر شود ماما شود. داماد نیک و بخت ما دادا شود بابا شود. دل داده یاران را سلام، لب خانداران را سلام. پیش از همه از نام خودم، از نام اهل عالم، اخوی عزیز و ارجمند، هر دی همه اولاد بزرگ است با این جشن خانه‌داشته فرزندشان تبریک و تهنیت گفته و این دو نوجوان عمر دراز می‌خواهند. بانو دختر عزیز نازنین من، تو از خانه پدرت با قدم نیک با نام نیک برآمدی. من باوری دارم که وارد شدن به خانه کس نورش دوچند علانور می‌گردد. با پای قدم نیکی تو خانه همه پر از شادی و نشاط می‌گردد. دو دل اگر یک جا شود توی و تماشاها شود. صوت و سرود و دایره تا بر فلک بالا شود. داماد و عروس جان به جانند این شب، در دهر فقط دو کس جوانند این شب. گر زندگی قصدی دوری آنان داشت، از زندگی قصدی خود ستانند این شب. داماد عزیز، کلیم نازنین، پیش از همه شما نبیره های انسان های بزرگ هستید. هر باباهاتان و بیبیهاتان از طرف پدر و مادری انسان های بزرگ بودند که خدمت و نام نیکشان را گذاشتن در دیگه برای خلق ملت خدمت کرده ایستادند رفتن. من باوری دارم که شما هم پیروی همین بزرگان میشوید و خدا کنه که بعد از 9 ماه و 9 روز یک شاه پسر یک فرزند کردیم. یک هفته برای اخوی عزیز من داماد عزیز، نصیحت از اون پدر انسان بزرگ، بابات هم انسان بزرگ. جان پسر نقل جوانی باش سیبی بوستان، میوه های شکرین به از تو امیدم کلام. رب قدری نورسی تا بر کمالات رسی، دان که دوری نورسی این از دوری امتحان. یک جوان شرکی بینی خلق بالا کرده سر، با سرافرازی پدر گوید که من دارم پسر. خلق گوید جان یگیر هستی شود عمرت دراز، خواهگیری زر شود رحمت بر استاز و پدر. خواهگیری زر شود رحمت بر استاز و پدر. جنگ عزیز من خط کرده دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه به نام استاد عینی هست. امروز آموزگاه یکی از پیش قدم ترین آموزگاران دیگه هست. من باور دارم که شما یک عائله نمونوی میشوید. Gülü